آیا همین مامگی درست است؟ زیرا آنها میگویند که حمل زن از طبابت من شده است. یک کار است، هر یک حملی که در خواهرها و مادرای ما پیدا می شود این از نزد الله است. فقط بعضی ها سبب می شود. یعنی دیدین که یک کس بیماره، یک نفر می رود می خواند، الله مهربان شفاش بده. یک کس سبب می شود ولی فلانی چیکار میکرد؟ شفا مییابد. برای همین اگر همین مامگیه که بگد که مقصد من همین را میتونم که مقصد همین صاحب حمل شود، صاحب فرزند شود، انا این مامگی نادرسته. زیرا که الله مهربان یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا میگه. فرزند نر و ماده یا فرزند به دنیا آوردن الله میگه همه ای نزد منه. برای همون مامه ها کسی باشد همیشه اینا فراموش نکنین. بسیاری از تعویض می نویسند تومار. دیدین که بسیارش میگن که برادر عزیز من یک ممکن انا واسطه شم، یک وسیله شم، ممکن یک سبب شم، لیکن شفا در دست الله است. از من نبین که خطا گناهکار میکنی. برای همین ما کار میکنیم برادرای عزیزو، طبیبهای ما کار میکنن، لیکن هست شما ندیدین که طبیبهای هستن که شب و روز بالا یک بیمار حرکت میکنن لیکن بیمار میمبره کو. یعنی اگر ای دستی طبیب میامد او نمیگذاشت که این مثال حیاتش تمام شود. او تمام حرکت کرد، تمام سعی و کوشش کرد، لیکن الله که خواست باید امی از دنیا بگذره، از دنیا گذشت. برای همین این مامه هم اگر هزار علم و مهارت هم داشته باشی، الله که اگر نخواهد این مینت و این گپی تو همه در هوا میمونه. برای همین مامگی وقت درست می شود که همین مامه ها بگن که ما یک مخلوق ضعیفیم، از دست ما بچم هیچی نمیاد، فقط انشاءالله آنچه که آموختم برای مقصد طبابت کردن من میکنم، اگر میشود نمیشودش این به من وابستگی نداره، ایرا الله مهربان حل میکند. انمی خیل مامه ها کارشون درسته. او یکی بگد که من گارانتی میتونم، یا اینکه مثال همش در دست خود می، اینا هیچی در دستشون نیستن، یا مامه هم نیستن. اینا در تماما اعتقادم نکنین. خب شخصی که قرضدار نیست، کمبودی ندارد، لیکن $2000 ندارد، آیا قربانی کند یا نکند؟ یعنی قربانی برای آدمای واجب می شود که صاحب نصاب باشند. یعنی آدمانی که همه امکانیت دارن، شرایط دارن، یعنی $2000 با بگیم که در پشتشان دارن، ذخیره دارن، اینا در گردنشون قربانی واجبه. یکی آدمی هست که خانه‌اش هست، ماشینش هست، مقصد جای کارش هست، قرضدار نیست، ولی اگر این آدم هم که قربانی کنن، قربانیشون درسته، قربانیشون درست میشود. بعضی ها میگن که یک بار قربانی کنی دیگه هر سال در گردنت قربانی های، اینو گپای سفسطه هم برادر عزیز. من این سال امکانیتم بود کردم، سال آینده اگر هم امکانیت دستم برای ترکش میکنم، هیچ گناهی نداره. این گپا یگان اصل نداره.